حالا دولت فقط باید همیشه میلیاردی بده اما نتونه یک کلمه حرف بزنه. آقا من دارم میگم این راهش آقا خیلی خوبه، آره، اما میاد دولت سرمایه گذاری کنه تو عراق، یه تیم از پایه بیاره بالا، تیم بیاد برسه لیگ، خیلی عالیه. از فکر کنم شما مایلید با هم بحث باشه. ببینید من یه آقای فردوسی پور، ببینید دوست من، شما فرض بفرمایید که من یه مثالی براتون میزنم. دانشگاه نفت آبادان یه دانشگاه داره به اسم دانشگاه صنعت نفت آبادان. درست شد. جوانای آبادانی عزیزم دارن در اون دانشگاه به اصطلاح علم یاد میگیرن. همون دانشگاه الان 2 قسمتش رو دادن به 2 تا شهر، یکی اهواز یکی نور در استان مازندران. تا آبادان چقدر فاصله است؟ آیا ما باید بگیم خب برن برای جوانای نور هم یه دانشگاه صنعت نفت بزنن دیگه؟ چرا از صنعت نفت آبادان جدا کردن بردن اونجا؟ ما نباید بخشی فکر کنیم. ما قرار بر اینه که 75 میلیون نفری و ایران بزرگ فکر بکنیم. ما نباید بگیم آقا حالا مثلا در استان مرکزی بیان اونجا یه تیم کوچیک هست اونو تقویت کنن بزرگ بشه. مثل این میمونه که بگن آقا ما بریم برای شهر نورم یه دانشگاه صنعت نفت برای دبستانیاش و دبیرستانیاش در نظر بگیریم و تأسیس بکنن. این رو ماها دامن میزنیم. والا مردم اینطوری فکر نمیکنن، مردم عاقلانه فکر میکنن. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. شب شما بخیر. پس من دیگه صحبت نکنم چون بخواستم صحبت کنم. تمام شد، با خودتون گفتید آخه. باید شاید یکی دیگه من آمادگی دارم که عرض بکنم آقای فردوسی پور اینها دغدغه مردم نیست. شما نیاین حرف خودتون رو که میگین من نظر شخصیمه از رسانه ملی بزنید. دغدغه مخالفت هم دارید باید زنگ بزنید شخصی تو شخصی بگید. اونجایی که هستی به عنوان یک مجری هستی. چیکار میکردم؟ عرض کردم اونجا که هستی به عنوان یک مجری هستی نه قاضی. آها بله خیلی ممنون. قربان شما. شبتون بخیر. شب عالی هم بخیر. آقای فرید شما صحبتی دارید؟ والا من چی باید بگم؟ من به عنوان پیشکسوت خیلی ناراحتم. تهران 12 میلیونی احتیاج به 8 تا تیم داره. این تیم سابقه 60 ساله تو فوتبال کشور داره. آدمایی تو این تیم بازی کردن، مربیگری کردن که الان جزء مربیای تیم‌های مختلف باشگاهی هستن. حسین آشنا محصول همین تیمه. مرتضی عزیز محمدی محصول همین تیمه. مدیرسا علی کریمی و خیلی از بازیکن الان تو ردای پای ما حدود 8 تا بازیکن ملی پوش داریم. اینا باید تکلیفشون چی بشه دیگه خدا میدونه. من ممنونم از برنامه خوب شما، تشکر میکنم. خداحافظ. بله ما از شما تشکر میکنیم. امیدواریم به حال تصمیماتی که گرفته میشه همه نفع و صلاح ورزش مملکت باشه. هدف همه ما قطعا همینه که ورزش ما به سمت پیشرفت اونم به شکل منطقی و ورزشی. یه لحظه فقط یه لحظه. من خواهشم اینه که اگه تیم نفت تهران الان سقوط کنه، الان با این وضعیتی که داره سقوط کنه، ما میشیم مثل همیاری عراق. نه خیلی راحته. چه تضمینی وجود داره؟ آقا راحته بابا. شما چقدر ساده اید آقای فرید. مثلا راه هم میره عراق. اینجا دیگه اصلا این چیزا مشخصه دیگه. این اصلا بحثی نداریم در این زمینه. خیلی راحته، اتفاقات راحت رخ میده. واسی که قهرمان باشگاه آسیا بود، سعادتی که باشگاه آسیا رفت، الان کجا هستن؟ اگه ما قرار بود آقای فرجان درس بگیریم از اتفاقات گذشته که الان این دیالوگا برقرار نمیشد بین ما تو این برنامه. ممنون هستم از برنامه خیلی خوب شما. تشکر میکنم. خدا شب شما بخیر. بریم یه بخشی رو ببینیم. مهمان عزیزی به جمع ما اضافه خواهد شد.